ادامه اخبار. امروز رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با هیئت بانک عمومی جهانی تحت راهبری نماینده دائمی بانک عمومی جهانی در جمهوری تاجیکستان جناب یان پتر اولترس ملاقات نمود. در واخوری حالت کنونی و دورنمای همکاری‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه با این سازمان با نفوذ مالیوی جهان مورد بررسی قرار گرفت. محک اساسی واخوری را مسئله‌های مربوط به همکاری‌های دوجانبه در سمت آب تامین کنی و کارزی تشکیل داد. جانب‌ها روند تطبیق لایحه دوم آب تامین کنی شهر دوشنبه را که در دایره آن بیش از 50% ساکنان با آب آشامیدنی با صفت تامین شدند مثبت ارزیابی کردند. در جریان ملاقات تذکر داده شد که با در نظر داشته حل مشکلات تامین منظم آب آشامیدنی برای ساکنان پایتخت و رفع پرتاب‌ها از جانب متخصصان کارخانه واحد دولتی آب و کارز دوشنبه در یکجایی با متخصصان بانک عمومی جهانی لایحه نوی آب تامین کنی و کارزی دوشنبه تهیه گردیده است. مهلت عملی سازی لایحه سال 2020-2024 مقرر گردیده. موضع فراگیری آن قسمت شمال و غربی شهر دوشنبه ناحیه سینا می باشد. اشتراکچیان نشست از جهت باز هم بلند برداشتن صفت تامینات آب نوشاکی و رفع پرتاب‌ها اطراف لایحه‌های نوی همکاری در ساحه آب تامین کنی و کارزی تبادل نظر کردند. در این رابطه مسئله بنیاد انشاءات نوی کارزی و آب تامین کنی با اقتدار 500,000 متر مکعب در یک شبانه روز و ساختمان انشاءات آب تامین کنی ورزاب محاکمه گردید. جانب‌ها قرار دادند که من بعد نیز همکاری را در ساحه آب تامین کنی و کارزی ادامه داده لایحه‌های نوی مشترک را در ساحه کارزی و آب تامین کنی دوشنبه راه اندازی می‌کنند.